در این ویدیو میخوام نحوه قرار دادن پارچه در انواع قاب گلدوزی رو بهتون آموزش بدم. اولین قاب پلاستیکی ساده هستش. پیچ قاب گلدوزی رو شل میکنیم. به اندازه 3 الی 4 سانتی متر اطراف حلقه داخلی رو فاصله میدیم تا هنگامی که میخوایم پشت کار رو ببندیم به حد کافی پارچه داشته باشیم و دور تا دور پارچه رو به وسیله فندک میسوزونیم تا پارچه ریش نشه. حلقه رو زیر پارچه قرار میدیم به طوری که 3 الی 4 سانتی متر در اطراف جای خالی داشته باشیم. خب این قابش رو قرار میدیم. و یه نکته‌ای که وجود داره برای این قاب‌های پلاستیک این هستش که این قاب‌های پلاستیکی دورو هستش. یک حالت حلقه در اطراف این قاب وجود داره. اگه خواستیم به عنوان دیوارکوب استفاده کنیم این حلقه ها در پشت قرار بگیره. یعنی پشتش چقدر ساده است، یک دسته. و نکته بعدی این هستش که تارهای پارچه در جهت عمود بر قلاب قاب قرار بگیره. پیچ قاب رو سفت میکنیم و یه مقدار میکشیم تا محکم بشه پارچه‌مون در قاب گلدوزی. به این صورت پارچه رو در قاب گلدوزی ساده قرار میدیم. قاب بعدی قاب گلدوزی تولیپس هستش. پیچش رو شل میکنیم به طوری که به راحتی حلقش جدا بشه. من حالا چون سایز کوچیکش رو داشتم وگرنه شما متناسب با حلقه گلدوزیتون بعد پارچه‌تون رو برش بدید. به این صورت داخل قاب قرار میدیم و پیچ پارچه رو محکم میکنیم و حواسمون هم باشه که تارهای پارچه در جهت عمود بر قلاب قاب گلدوزیمون قرار بگیره. این هم شد پارچه ما در قاب گلدوزی تولیپس. قاب بعدی قاب ژله‌ای هستش. ما قسمت ژله‌ایش رو از حلقه جدا میکنیم. حلقه رو در زیر پارچه قرار میدیم به طوری که در هر دو طرف پارچه به نسبت مساوی آزادی داشته باشه. از قسمت بالا قرار میدیم، محکم میگیریم و با حلقه کیپ میشه. به این صورت اطراف پارچه رو محکم میکنیم، میکشیم طوری که تارهای پارچه در جهت عمود بر قلاب قرار بگیره. حالا این مقدار برای من کافی هستش برای اینکه پشت پارچه رو ببندم و قابمون بسته بشه، ولی شما همون 3 الی 4 سانتی متر رو حتما در نظر بگیرید. ممنون از توجهتون. ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای بعدی ما رو ببینید.